أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باز هم صبح وقت را که به قرآن آغاز میکنین تبریک برتان میگویم. السلام علیکم و رحمت الله برتان میگویم. درس خود را از پاره 18 سوره مؤمنون آیت 101 آغاز میکنیم. در جلسه گذشته یا به درس گذشته یکی از مطالبی را که قرآن بیان کرد که او ادب بود که ما همیشه به الله پناه ببریم از شر شیطانای جنی و انسی، که پروردگار ما را از شر دو شیطان همیشه در امان داشته باشه. و در آخرین آیتی که خواندیم ای بود که یک تعدادی از کفار و مشرکین و فساق وقتی که عذاب را میبینن توقع میکنن که یا رب ما را پس به دنیا بگردان. الله جل عظمته سخن اینها را رد میکنه و تصویر از جریان حشر و دوزخ در این آیات برای ما شما به نمایش میگذاره و بعضی مواصفات مسلمان ها را بیان میکنه، بعضی مواصفات کفار و نتایج اردو گروه. فاذا نفخ فی الصور، زمانی که دمیده شود سور، آواز مهیب دمیده شود، فلا انصاب بینهم، نیست هیچ دعوای نسب در بین مردم، یومئذ در آن روز، ولا یتساءلون، نه از هم دیگر سوال میکنن مردم. فمن ثقلت، از کسی که گران شد موازینه و وزن اعمال صالحیش، فاولئک هم المفلحون، این مردم به واقعیت کامیاب هستند. و من خفت، کسی که خفیف شد، کمی سبک شد، وزن اعمال صالحیش سبک شد، فاولئک، اینمی مردم، الذین، کسانی هستند، خسروا انفسهم، تاوان کردن به نفسای خودشان. در کجا؟ فی جهنم، در دوزخ، خالدون، همیشه می باشند. در دوزخ چی موضوعاتی هست، چی وضعیتی هست؟ تلفح، می سوزاند، حریق می سازد، وجوههم، رویه های این مردم دوزخی را چی می سوزانه؟ النار، آتش جهنم، و هم فیها، هستند دوزخی ها در دوزخ، کالحون، بدچهره، بدشکل، با چهره های بسیار منفور. خب این دوزخ چرا چی کرده بودن؟ صفات دوزخی ها را قرآن بیان میکنه. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، یک، آیا نبود که قرآن ما تلاوت کرده میشد بالای شما، فکنتم، بودید شما، بها تکذبون، به این آیات، به بیان احکام، به قرآن و حدیث شما تکذیب میکردین. برو، اگه برو شد کل ما میریم، مگر نشد هیچ کس نمیره. و یگام نفر دیگه باز میگه که زیر چپن ملا میریم، ملا در غم خود میباشه، چپن در کجاست. یک دلیل را، سبب دوزخ را قرآن بیان میکنه. قالو، گفتن، ربنا، ای پروردگار ما. جواب میتن که چرا تکذیب کردین؟ میگن ای پروردگار ما، غلبت علینا شقوتنا، غالب شد بالای ما تقدیرهای بد ما یا بدبختی های ما. شقوه، شقاوت، بدبختی های ما، فساد خود ما. دیگه و کنا قوم ضالین، و ما بودیم قوم گمراه، راه را گم کرده بودیم.
هیچ متوجه به قرآن و به شریعت و به دین و به گپا نمی شدیم. کدام جای چینل اگر در تلویزیون هم می آمد تغییرش می دادیم. دیگه دلیل دیگه چیز میگن ربنا ای پروردگار ما اخرجنا منها، تو ما را خارج کو دمی دوزخ یک دفعه، فین عدنا فینا ظالمون، اگر پس به کار بد رفتیم، اگر باز به شرک کفر و ای فسادهای امروز خود گشتیم، فینا ظالمون، باز در وقت ما ظالم هستیم. قرآن چی میگه؟ قرآن یک تعبیری میکنه که تعبیری که بیهی تعبیر خطرناک. قال اخسئوا فیها. اخسئوا اصلا اخسا خسا مانده شده و خسته شده و کلماتی که به سگ گفته شود. به تعبیر فارسی که خوب بفهمیم این مطلب را، برای سگ کچی میگویم در زبان فارسی وطنی و اطرافی خود ما، چون ما یک اطرافی آدم هستیم. قرآن برای نمی مردمی که امروز فساد کردن در آخرت معذرت پیش میکنن، با الله صحبت میکنن، الله به اینا مجال دیگه نمیده، میگه اخسئوا فیها، کجی چقه برو فیها از اینجا، ولا تکلمون، گپ نزن دیگه، ولا تکلمونی، با ما دیگه گپ نزنین. الله از این حالت ما رو نگاه کنه. چرا قدر بد میگه اینا را؟ انه کان فریق من عبادی، به یقین بود یک طایفه از بنده های ما، یقولون میگفتن ربنا ای پروردگار ما، آمنا ما ایمان آوردیم، فغفر لنا و رحمنا، ببخش ما را و بالای ما رحم کو و تو بهترین رحم کننده هستی. یک تعداد بنده های ما مردم را به خیر دعوت میکردن، عبادت میکردن خودشان. فاتخذتموهم سخریا، شما مردم کافر و فاسق و نمو مسلمان ها را به مسخره گرفتین. فاتخذتموهم سخریا، گرفتین شما مردم فاسق مردم مسلمان و چیز فهم دعوتگر عالم را به مسخره گرفتین. این جزایتان. حتی انسوکم ذکری، تا این که فراموش کردین شما، به فراموشی گذاشته شد یاد ما. دیگه چی کردین؟ و کنتم منهم تضحکون، و بودید شما سر علما، سر دعوتگرا، سر مسلمانا خنده میکردین. اگر مؤذن اذان میده که بین حی علی الصلاه، میگون ملا گوش نشد برین، ملا کارتان داره. اهانت میکنین بر علما، بر علما، بر دین، بر شریعت اهانت میکردی. یادتان است؟ حالا بگیرین عذاب را. و خنده میکردین، ام تمسخر ام خنده. الله چی میگه؟ انی جزیتهم الیوم، من بر اونمو مسلمانایی که به دین خود پابند بودن، به اونمو دعوتگرا امروز پاداش دادیم. چرا پاداش دادیم؟ به ما صبر کردن به متکالیف، به می مسخرهگری شما صبر کردن، به خنده های شما صبر کردن، از دین خود نگشتن. امروز اگر خانمی در عروسی یا در ختم یا در میمانی اگر نماز بخوانه، او را خنده میکنن که کافر میشی. پیش زنا خواهمیست که در توی هم کس نماز خوانده دیوانه، حالی خود ملا میگره نماز میخوانه. اگر چادر دست در عروسی دست سر خود گرفت خود پیچان، میگه نه ملا، خندهش میکنن، اهانتش میکنن. ای جزایتان که اهانت بکنین. انهم هم الفائزون، اینمی مردمی که اهانت شدن، سرشان خنده شد، توهینشان کردن، تحقیرشان کردن، اینها کامیاب میباشند. قال گفت کم لبثتم فی الارض عدد السنین، شما چقدر گذشتاندین در زمین در حساب سالها؟ قالوا گفتن لبثنا یوما و بعد یوم، ما گذشتاندیم در دنیا یک روز یا بعد از یک روز. این دید هر کسیش است. یک تعداد سوره طه گذشت گفتن 10 روز ما گذشتاندیم. در پاریسی میگن عشیا و ضحاها، یک شام بود یا یک صبح بود. اینجا میگن یک روز بود یا نیم روز بود. فاسأل العادین، شما سوال بکنین
از حساب گیرندگان. قال گفت الله ان لبثتم الا قلیلا، درنگ نکردی به دنیا مگر اندک. لو انکم کنتم تعلمون، اگر شما میدانستید بسیار وقت بود. در ختم الله چه میگه؟ افحسبتم، آیا شما گمان کرده بودین انا خلقناکم عبثا، که ما شما را بیفایده پیدا کردیم؟ به می فکر بودین که صحت و جوانی و حیات و کرامت و شرافت هر چیزی که به تو داده شده بود یا بس بود؟ و انکم الینا لا ترجعون، و شما به سوی ما نمیگشتین؟ فتعالی، بسیار بلند است از کار عبث. به یک آدم بزرگ کار عبث بسیار بد معلوم میشه، چه خاصه که پروردگار عالمه. به می خاطر میگو فتعالی، بسیار عالی هست پروردگار از این که موجودی را عبث پیدا کنه. الملک الحق، این پروردگار پادشاه حق است. لا اله، نیست حق دار عبادت، الا هو، مگر یک الله. ای الله چه صفت داره؟ رب العرش الکریم، صاحب عرش زیبا است. اونجا پیشتر رب العرش العظیم، در پهلوی ذکر عرشش بزرگ است، یک زیبایی و یک ظرافت عجیبی هم داره، بد شکل و بد صورت نیست. باز قرآن اخطار میده و من یدعو مع الله، هر کسی که بطلبه بغیر از الله را، بگه یا فلانی مدد. و من یدعو، یا چاریار میگه، یا پیر مدد، جوان هم نمیگو پیر میگو. و من یدعو، کسی که میطلبد عبادت میکنه مع الله، امرای پروردگار، الها آخر، خدای دیگری، لا برهان له به، هیچ دلیل روشن بر شرکش وجود نداره. فانما حسابه عند ربه، حساب از این مشرک پیش پروردگار است که الله را میمانه. عوضی که بگه که یا الله مدد، میگه یا سخی مدد، یا چاریار مدد، یا غوث الاعظم مدد، یا علی مدد. انه لا یفلح الکافرون، به یقین کامیاب نمیشه کافرا. هر کسی که به غیر از الله به دیگه طرف روی آورد، او دیگه کافر شده. و قل بگوی پیامبر رب اغفر، خدایا ببخش، و رحم کو، و انت خیر الراحمین، و تو بهترین رحم کنندگان هستی. لغاتی که در اینجاست کلمه انساب از نسب است. همه ما شما نسب را میفهمیم و منظورش همیست که وقتی که شروع شوه امون قیامت، نفخ اول صورت بگیره، کسی پشت نسب نمیگرده. و یتساءلون، سوال کردن. تلفحو از لفح، لفح یلفحو، نصر ینصرو، به معنای زرد شدن هم است، به معنای گرم شدن و داغ شدن، اینجا به معنای سوختاندن آتش. کالحون، کلح، کلح اما اطراف دهن انسان را گفته میشه. آدم ترش هم گفته میشه، ترش همیشه قرضدارش که باشی. و تلفح به معنای که بدچهره شدن، صورتش خراب شوه. بعضی روایات میگه که دوزخی وقتی که میسوزه این طرف لبایش بالا میره میسوزه و لب پایینش میفته در سر نافش، دندانه ها معلوم میشه، یک چهره بسیار کثیف از اینها پیدا میشه. الله ما شما را نجات بده. شقوه، شقاوت بدبختی را میگن. اخسعو، خسعه، اما سکوت و ذلت را گفته میشه. و اینجا یک عربی برای سگ گفته شوه که آرام باشه، دور شو، ایره برای عربا اخسع میگن، برای سگ اخسع میگن. چون دوزخی دیگه هیچ شرف و عزت نداره و اینمو تک برخوردت بد امرایشان میشه که
اما صدایی که باید برسک شوه بر ذهن ها میکنه. لبس درنگ کردن، عادین عادت حساب کردن و حساب کردن. عبس یک چیزی بیفایده هم گفته میشه. عبس به معنای مخلوط کردن هم گفته میشه، به معنای بازی کردن، ساتیری کردن هم. اینجا به معنای امو چیزی عبس است. برهان حجت دلیل قوی را گفته میشه. خلاص آیات الله جل تضمته میگه که زمانی که نفخه اول یعنی سور اسرافیل بدمه، علما میگن که مرحله اول است. نتیجه همی میشه که هیچ خیش از خیش دیگری، هیچ پدر از پسری، هیچ پسر از پدری پرسان نمیکنن، از هم دیگر سوال نمیکنن، همه به فرار میباشن دیگه، اصلا از بین میرن. اینجا قرآن میگه که ولا یتساءلون، جای دیگه میگن که اونها سوال میکنن. خوی در لحظات اول کسی از کسی سوال نمیکنن، اما جنتی ها از هم دیگر با سوال میکنن، دوزخی ها در وقت رفتن به دوزخ با سوال میکنن. باز قرآن کریم میگه کسی که دری بعد از حشر اگر اعمال صالحیش امو گران شد، یا آدم کامیاب است. اگر اعمال صالحیش خفیف شد، اینها به خود نقص کردن، اینها به دوزخ همیشه می باشند. دوزخ اینها را رویهایشان را می سوزانه، اینها را بد شکل و بد قیافه می گردانه و علتش بیان میکنه که چرا ما به دوزخ آمدیم یا اینا چرا به دوزخ رفتن. الله میگه که ما خو در دنیا آیات را، احکام دین را برای شما خوانده شد، برای شما تلاوت کردیم، ولی شما نپذیرفتین، تکذیبش کردین، بی‌اعتنایی کردین. نه تنها که بی‌اعتنایی کردین، اینها دلایل دیگه را ارائه کردن که خدایا ما بدبخت بودیم، ما گمراه بودیم. الله جل تضمته در جوابی از اینها میگه که یعنی عذر و زاری را شروع میکنن که خدایا ما را زمی دوزخ و زمی عذاب بکش. الله برشان بسیار بد کلمه را استعمال میکنه که او الفاظ بسیار درشت و نارواست که دیگه گپ نزنین، گپتان نبس کنین، دیگه برای ما گپ نزنین. یک سبب دوزخ رفتنی بود که تکذیب میکردن. دیگه سببشی بود که الله جل تضمته میگه که در آیات و احکام تکذیب خود کردن، ولی تعداد بنده های صالح ما که عبادت کردن، در عروسی ها چادر پوشیدن، در عروسی ها حجاب کردن، در عروسی ها نماز خواندن، یا دیگه علما دین را، شریعت را بیان کردن، شما اونا را مسخره کردین، شما سرشان خنده کردین. خنده کردنتان یک، به مسخره گرفتنتان مسلمانان را دو، و بی‌اعتنا بودن در برابر احکام. این میشد که امروز ما شما را فراموش میکنیم، قسمی که شما ما را فراموش کردین. الله جل تضمته باز میگه که اونمون مسلمانایی که شما سرشان میشرمیدین، اهانت کردین، توهین کردین، ولی اونا صبر کردن، اونها را ما پاداش دادیم، اونها کامیاب هستند. بعد از او سر جریان دوزخ باز صحبت میکنن که تعداد دوزخی ها میگن که ما در دنیا چند روز بودیم، باز تعدادشان میگن که یک روز یا کم از یک روز بودیم. بپرسین کسانی که خوب حساب را میفهمند، الله برشان میگه که وقت کم بودین، اگر میفهمیدین از امو وقتان استفاده کرده میتونستین. بعد از او الله جل تضمته همه مردم را متوجه میسازه. برای مردم میگه که آیا شما گمان کردین که شما عبث پیدا شدین، بیفایده پیدا شدین؟ اگر چیزی عبث باشه خوش ارزش نداره. الله میگه ما کرامت دادیم انسان را، شرافت دادیم انسان را. ای که صحت برات داد پروردگار، ای که چشم داد، گوش داد، صحت داد، انسان تو را پیدا کرد، مؤمن تو را پیدا کرد، کل از عبث است؟ الله میگه بسیار بلند است از ای که یک انسان مکرم،
یک انسان معزز، یک انسانی که همه مخلوقات به خدمت دی انسان پیدا شده، این را عبس پیدا نکرده، بلکه این انسان فردا به سوی ما مراجعه میکنه، میآید پروردگار پادشاه حق است، صاحب دنیا و آخرت است، صاحب عرش کریم است. باز اختار میته به شرک. هر کسی که بجز الله را عبادت میکنه، بجز از الله به او تضرع و عاجزی و سر مگذاره، هیچ دلیل نداره، حسابش به الله است. و در آخرین آیت باز من حیث یک ادب الله جل عظمته میگه که ای مسلمان ها، ای پیامبر، بگو که خدایا مرا ببخش. از چی؟ از شرک. و رحم کو. رحم چه مانا؟ از شرک مرا نجات بده، از گناه مرا نجات بده، از فساد مرا نجات بده. امی که از گپا نجات پیدا شده ما مرحوم قرار میگیریم و تو بهترین رحمت کننده استی. درسایی که از این آیات گرفته میشه، درس اول، نفخه اول یعنی یک صدا تولید میشه، همه دنیا تکان داده میشه و همه افراد و انسان و همه موجودات به این نفخه اول از بین میره. درس دوم، وزن اعمال و عادی هست، یعنی هر انسان آن چیزی که کرده بود از خوب یا بد، فردای قیامت او وزن میشه، مشخص میشه. خب دو حالت است، حتی بعض علما میگن 3 حالت است. حالت اول ثواب زیاد است، حالت دوم گناه زیاد است، حالت سوم برابر است. اگر عبادات زیاد شد خوشا به حال جنت رفت، اگر برابر شد اعراف رفت. اعراف نقطه است که نه جنت است نه دوزخ است. اگر کم شد اینا به دوزخ میرن به طرف دوزخ. درس دیگه همی است که مناقشه آخرت فایده نداره، استدلال و معذرت و خواهی و توبه فایده نداره. کل معذرت و توبه و زاری اینمی دنیاست. درس دیگه، خسیسترین مردم، بیشخصیت ترین مردم در روز آخرت کفار می باشن که بر اونها انسان هم گفته نمیشه، الفاظی که برای سگ گفته میشه برای دوزخی ها گفتید. درس دیگه، اسباب رفتن به دوزخ در این آیت 2 چیز را بیشتر مشخص کرده. یک، به خود قرآن، به خود دین، به خود شریعت استهزا شود، تمسخر شود، تکذیب شود. این سبب رفتن به دوزخ است. 2، کسانی که نماینده دین است، مسلمان نماینده دین است، علما نماینده دین هستند. هر مسلمان در ذات خود یک نماینده دین است که دین را باید برسانه. هر کسی که سر مسلمان به خاطر مسلمانیش خنده کنه کافر میشه. خاطر مسلمانیش چادر به این خاطر پوشیده که مسلمان است، چادر که حکم اسلامی است، این سرش خنده کنه کافر بالله میشه. بخصوص بخش خانم ها میگن که شاه نماز نخوانه، عروس نماز نخوانه. در رمضان میگن عروس روزه نگیره. این عروس گوساله جور شده، این شاه لوده شده است، یا از انسانیت یا برآمدین یا ایمانشان تکمیل شده. فتواهای ناروا و ناجایز را تعداد صادر میکنن. در کدام جای قرآن شما خواندین که شاه و عروس نماز نخوانه؟ و یا زیاد نماز بخوانن که به یک امید دنیوی رسیدن. اما اگر سر مردمی که نمایندگی از دین میکنن در یک جای دین را پیاده میکنن، نماز خود را میخوانن، به دین پیاده عمل میکنن، هر کسی که یارا اهانت بکنه و توهین کنه و سرشان خنده کنه بفهمن که اهل دوزخ هستند. یعنی اکثر علما معتقد هستند که
این خنده و این به مسخره گرفتن خود قرآن یا کسی که به قرآن عمل میکنه آدم کافر میشه، از دنیا به ایمان میره که مستقیم به طرف دوزخ میرن. درس دیگه است که سیمای جنتی ها در جنت بسیار مقبول می باشه. میگن که هر هفته اونجا خو غسل نیست دیگه، باز وضو هم نیست، ششتن هم دیگه نیست، لباس تبدیلی هم دیگه نیست، از کل گپ آدم آرام است. هفته میله می باشه. زن و شوهر که وقتی میرن در بازار جنت پس میان آرایش داده شده خود به خود. امین نسیم انسان را تر و تازه می سازه. یک حور عین یعنی یک جنتی کل که یک طرف شوه تمام حسن دنیا دیگه طرف شوه او قوی تر است. پس این خانم اصلی انسان، شوهر اصلی انسان که شوهرش در این دنیاست، اردوشان مؤمن هستند، در آخرت میرن حسن از اینا را هیچ چیز نمی داشتن. یعنی تمام جنتی ها بسیار حسین، زن و مردش بسیار مقبول. عکس گپ دوزخی ها بسیار زیاد چراهای خشن دارن. حتی روایات موجود است که هر دندان دوزخی چند متر میشه، پوست دوزخی چند متر میشه، این وضعیتش چند متر میشه. خب فکر بکنین امید کلی گوسفند را در تنور بندازین 2 ساعت بعد بکشین چی وضعیت شده است، چی وضعیت است. فرض اینمی انسان است که داخل دوزخ میره، اینمی گوشت پوستش دیگه چیزی خو نیست، چراهایشان بسیار خراب است. درس دیگه است که وقتی که در دوزخ میرن یا در میدان حشر هر کس میگه که چند روز در دنیا بودی. یک تعداد میگن 10 روز، یک تعداد میگن صبح، یک تعداد میگن یک چاشت بودیم. یعنی نمی عمر 70 ساله و 80 ساله به یاد آدم میآید، ولی است که بسیار کم. مثلا یعنی ما شما کسی 40 سال است، 50 سال است، همین 50 سال فکر بکو چند روز تیر شد، 60 سال فکر بکو، 20 سال تا فکر بکو چند روز است. این میل عزیز که ما شما ششتیم، اگر خوب کردیم یا بد کردیم، آرام بودیم نارام بودیم، این میل لحظه است. جنت هم و نمو لحظه است و دوزخ هم خداوند دوزخ ما شما را نجات بده. درس دیگه هم است که ای انسان، اگر تو فکر میکنی من عبس هستم پس خودت عبس هستی. یک بار فکر بکنین کسی که اندکترین عقل داشته باشه آیا یک چیزی را خود به خود جور میکنه؟ تو مثلا یک اتاق جور کنی هیچ از پیشش کار نکری، غذا پخته کنی هیچ نخوری، هم تو عبس بگذاریش، امیر قبول میکنین؟ وقتی که ایره قبول نمیکنین که 1 ساعت یک کار بکنه و عبس، پس چطور فکر میکنین که شما به این صورتهای زیبا، به این نعمتهای فراوانی که الله برای ما شما داده ما شما عبس هستیم؟ نه، برای عبادت پروردگار هستیم که الله خود را بشناسیم، آمادگی خود را بگیریم که این تو فردای قیامت می باشه که به انسان گفته میشه که کچه بدبخت برو گپ نزن. آخرین درسی که هست در این آیت یا برداشت ما هست ای که عرش وجود داره، بزرگترین مخلوق پروردگار است. الله بلا کیف بالای عرش است، عرش بالای 7م طبقه آسمان است بنابر روایت حدیث. و ای که الله چگونه بالای عرش است ایمان داریم اما کیفیتش نمیفهمیم. این عقیده اهل سنت والجماعت و 4 مذهب است. خداوند همه شما را و همه ما شما را به خیر و با عزت داشته باش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.